بسیار درود و عرض احترامات هموطنای عزیزم. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلندی هم داشته باشین. دوستای عزیزم، من راستی یک نوار میکنم، نمیدونم برای مردم نفهمتر میشوه میمونه، مجبور میشم که باز دویم بار اون نواره تکرار کنم. یعنی تکرار نه و باز بگیم با برای همون مردمی نمیفهمیدگی فهمو از کومنتاش معلوم میشه که نفهمید. باز میخوام با طرزی که بگم که همه آدم بفهمن. درباره پریروز کردگی نوار بازم بگیم یک دو کومنت ها خوندیم. این در کومنت ها نوشتگی است که زبان قرواقی تو با زبان ازبکی گپ میزنی، کنی زبان قرواقی وطنی تو کجا هست، زمین دولتت کنی. همین خیلی بگیم، همین خیلی یک سوال های بسیار بگیم مردم می نویسن بعضی گپ ها. همین را میخوام برای مردم درستتر کرده که فهمانم. برادر جانوی عزیزم، هموطنای بینهایت گرامی، زریجا اگر ایستی نگپ بگوی واقعا ولی یک بار شاید بگیم که ناراحت میشود. نه که باز اما کوشش میکنم که همون گپا باز همون سخنه نه اینکه پر را بگم، باز کم ترک باز بونس مونم ده. یعنی که یک فایده مونده بود که هم فایده شما باشه. اگر خواهین آشکار گفتن ما آشکار هم میگم، بله شما در سخت میرسه، شما میگین چی با تی گپا گفتیستی، برای که تیار نیستین این چیز. اگر شما مجبور کنین که همین گپا را که من آشکار شد بگم چیزی هست واقعا هیستوریا تاریخ همین حالت وضعیت، هیچ بگیم که چی ندارم، مشکلی ندارم، میتونم که آشکار بگم. بعد برای ختم بکویم. همون جوانایی که سوال میتین زبان قرلوغی، تو زبان قرلوغی نداری تو با زبان ازبکی گپ میزنی. اول یه بار پیدایشی زبان ازبکی را همیتا ورق بزن، دور نره، نمی گوگل دا بزن زبان ازبکی از کدام زبان ها گرفته شده ساخته شده است، خلاص. یعنی من زبان ازبکی نه، بلکه امروزا ازبکی با زبان من گپ میزنه. این چیز درست بفهم. برای هیچ چیز ما نمیتونیم بگیم که فارس ها با زبان تاجیکی گپ میزنن، برای که تاجیکی گفتنی کلمه در این نام دادن در این دیالکت فارسی از فارسی گرفته شده، این دیالکت ساخته شده. ما نمیتونیم یک فارس متهم کنیم که شما فارس ها با زبان تاجیکی گپ میزنید، شما زبان نداره. یعنی این چیز نادرست است. برای چی؟ برای آنکه خیلی از کلمه های فارسی و ترکی و غیره ها گرفته امروزه دیالکت تاجیکی، گویش تاجیکی ساخته شدگی است. یعنی گویش تاجیکی پره فارسی نیست، پره ترکی نیست، از گویش ها گرفته ساخته شد، نام داده شد با نام گویش تاجیکی. یعنی این چیز درست فهم. همچنون هم نیست گویش ازبکی نیست. همون از همین زبان های بگیم که قرواقی و بسیار از فارسی هم استفاده میبرن، گرفته شده ساخته شد، نام داده شد زبان ازبکی. اگر خواهیم آشکارتر بگیم، همچون تاجیک همچون ازبک ملت وجود نداره، نیستی خیلی ملت نبود. بلگداریا بابای استالین بابای لنین همین چیز ساخته شد، یعنی همین نام ده ملت ساخته شد.
و اگر خودی ما داخل تاجیکستان یا خودی داخل ازبکستان اگر بگیریم، اصلیت همون هویت و ملیت انسان ها را خودی بگیم امروز مردم تاجیکستان ما نمیدونن، اما اگر باز همونا را بکوبی، اونا نیز از یک قبیله یا از یک ملت های گوناگونی فارسی یا ترکی یا از دیگر چیز بگیم که میکنه، از بس که نمیدونن بیچاره ها ریشه خدا. نه ما مثال قلق ها ما میدونیم، خب ما قلقیم از فلان بگیم چیش هستیم، شاخش هستیم. مثال از من بعد اومدگی از من باز چپه هست، از یکی دیگه سانقول هست، از یکی دیگه الف هست، الف میگن. مثال این خیلی بگیم نام ها گویش ها ساخته هست، یعنی که ما شاخه های ریشه های خدا و نام های خدا اصیلش گلون شاخمونه بعد یو تقسیمات خودمونه ما میدونیم. میره ما میتونیم بگیم که کی تما قلق است که جوش هستی، مثال از بیشرقش، خب از کیش هستی، از چپش ما میدونیم بگیم. میره از شما متاسفانه فقط یک تاجیک شه میدونه، اما خودی همی هر یک تاجیک باز اگر که اصیل تاجیک اگر که قوخوش با بکوی اگر اوز بگیم که مثال گیریم از فارس است، از فارس فلان قبیلش است، از فلان قبیلش فلان چیش است، مثال فلان شاخش است آمدگی. شما از بس که همون شاخه های خدا نمیدونین یک تا بالای همین تاجیک دماندگی خلاص، یعنی همین کلمه تاجیک. من اون آورم دام گفتم که این کلمه های سیاسی است، یعنی در این کلمه ها زبان مادری گفته نمیشه، از بس که این نام یگان ملت نیست، نام ملت نیست، همین بعداً ساخته شدگی همون بلگاداریا بگیم بابای استالین لینیناتون. این نام ها نامای هویتی ملی نیست، نامای سیاسی است. گیره شما درست درک کنید، نام سیاسی است، نام ملی نیست. همچنانی که طالبان میگن، امروز افغانستان هم میگه طالبان گرفت، طالبان نام سیاسی است، اصل ملی و ملت اونو پشتونو هستند. یعنی از نام سیاسی از نام ملی این چیزا بگیم که باید ما جدا کرده بتونیم که ما نام سیاسی داریم یا نام ملی. اگر که ما این چیزا درک کرده و جدا کرده نتونیم، مثال گیریم مردم سوخت، من هم شبم گفته بودم و با تکرارن میگم مردم سوخت اینا اصل سوختی هستن، نام سیاسیشون تاجیکی، این نام سیاسی است، نه نام بگیم که ملی، نه نام هویت یعنی که شخصیت. همچنان بگیم که فرق میکنه، مثل که در یک انسان مثال یک آدم یک نام داره بعد از او یک لقب داره. این نام های امروزه همین ساخته شده آسیای میانه، نام های دولت ها اینا لقب ها هستند، نه نام ملت. نام ملت در اینجا وجود نداره. مثال عادی ترین قزاق ها را میریم، دور نمیریم، قزاق ها برمانده بودیم. قزاق ها از سه تا نام عبارت هستند، سه تا، اما بگیم که سه گروه قزاقی. او اصل نامشون دیگر است، نه که قزاق این نام سیاسی است، نه نام ملی. اونو دارم نیست اشتباه است، میگن قزاق دلم آنا دلم، یعنی این هم نادرست است. برای چی؟ برای که داخل او بگیم که نیمنا هستند و هویت ملی است اینا نیمن. برای چی؟ از ازل اینا همین نام قطع خداشون ساختگی هستند. خب بعدا یا نامی بگیم که سیاسی، یعنی باز دیگراش هست، اینو جمع شده بگیم یک نام سیاسی قزاق ده سرجم آمده است. یعنی ما نام سیاسی و نام ملی را فرق باید کنیم. در داخل تاجیکستان ما اگر خیلی از تاجیکا بگیریم، اگر مثل ما قلقا وار شاخهای خداشون میدانستند، یعنی هویت های خداشون میدانستند،
اینو میتونستم بگم که من فارس از فلان قبیلهش هستم و فارس هم از یک قبیله عبارت نیست، از چندین قبیله ها، همچنان که از چندین بگیم قبیله ها، همچون قلق ها هم از یک قبیله عبارت نیست. قلق ها هم از سه قبیله عبارت قلق است. در زمان خودشم اینم همچون یک نام سیاسی قلق بگیم که جمع شدگی هستند. در اصل بگیریم در درنوشون ملت بلوک هست، ملت چگیل هست، این ملت ها هستند. خیلی قلق هم یعنی در زمان خودش عبیدینیت شدگی، مردم برف زمین گفتگی گپ، این یک نامی سیاسی است. زمان خودش ده بعداً و نام یک ملی و بگیم که تبدیل شد. یعنی هر یک چیز اول پیدایشی است، بعداً رفته و ریشه های اگر ما را هم بریم بکوبیم، من هم بگیم شاید از یک بلوک هستم یا که از چگیل هستم یا از دیگریش هستم. یعنی این نام ها در اصل هویت ملی است. یعنی همین چیز اگر که ما جدا کنیم و امروز میگم که با نام همو فیلسوفای ما، با نام همو ملاجان و دیگرو و پیخت کنن و ما را فهم کنن، آینده بگیم که خیلی فرزندی ما و شما و یک بگیم که همون نامعینی میره میزنه. برای همون زبان تاجیکی زبان مادری شده نمیتونه، یا زبان ازبکی آناتیلی شده نمیتونه. برای چی؟ برای که این دوتا نام یگان هویت ملیت نیست، این نام سیاسی است، نام های سیاسی. درباره زمین بیاییم، اگر هم برادر جونی که سوال دادی زمینت کجاست، دولتت کجاست؟ دولتی ما زمینی ما благодаря بابو استالین لنینت امروز دارین نمی 5 تا 6 تا دولت شدگی دارم، 5 دولتی آسیای میانه شدگی، هر یک حدود اینده باز زمینی من جای داره، یعنی تقسیم شدگی. و اگر ششم دولت چه بگیریم که در حدود روسیه نداره، این افغانستان است. اگر که هفتم دولت چه بگیریم که کجا بدی زمینی ما در هفتم دولت در کجاش ماندگی است، این یک حدودی باز خیتای در ماندگی، یک بگیم که امروزه سینزیانه یک پورای دیگهش، این هم بگیم زمینی خلق ها یعنی قرخانی ها. قرخانی نیست، این یک دولت یک بگیم که نامی سیاسی است، یعنی ملی نبود، یعنی نام ملت ده ساختگی نیست. خب بعد از هویت قلق پیدا شدن، نام قلق که مثال هم وقت چه به هویت قلق روز کردن، بعد چند پکلینی چند صد سال بعد، یعنی در عصر بگیم که 7 عصر 9 8 9 یعنی 200 سال دولت داری، 2 عصر بعد اینو یک هویت ملی قلقی پیدا میکنن. بعد از او قرخانی دولت میسازن. یعنی این دولت قرخانی این نام یگان ملت نیست، این هویت نیست. زبان دولت، زبان قرخانی زبان مادری ما گفتن نادرست است، زبان قلقی مادری است. اما سیاسی دولت نام داشت قرخانی. میفهمی نمیره؟ سیاسی دولت نام داشت قرخانی. مثال همچنون دولتی سامانی. خب زبان سامانی وجود نداشت، زبان پارسی وجود داشت. سامانی نیز میگفت که من زبانم پارسی است. سامانی گفتنی نام یک نام یک انسان ده، یک نام نسب یک انسان ده ساخته شدگی دولتی سیاسی بود، نامی سیاسی بود. هیچ آدم گفته نمیتونه زبانی سامانی زبانی مادریم، همین خلاص. یا ما گفته نمیتونم زبانی قرخانی زبانی مادریم، نه، اینو نام های سیاسی است. امروزه همین تاجیکستان و همین حدودهای آسیای میانه نیست از طرف روس این نام ها را سیاسی ساخت. اگر که تو برادرم خودت بدونی که از کدام همون شاخه پارس هستی و زبان مادری خودت پیدا میکنی، هیچ بگیم که مشکلی نداره. اگر تو بگوی زبان پارسی زبان مادریم، من این را قبول دارم، بله یکی از شاخه پارسی هستی. من بگم که زبان ترکی زبان مادریم، بله
این چیز است اصل. برای چی؟ برای که من زبانم ترکی است، اصلا پارسی است. ما ترک بگیم استانبول در یادمان میاد یا نه؟ این استانبول هم یکی از شاخه های ترک عثمانی هایی که بعدا رفتن اون طرف. اصل مرکز همین بگیم که التای امروزه بگیم حدودای قزاقستان، این منطقه ها قرقیزستان اینجا حدودای اصلی ترک هستند، یعنی مادر ترک، جای زمین ترک. انا که شما تصور کنین که میگه که ما پارسی گپ میزنیم، تاجیکی زبان مادری است. این نادرست است. حاجی من بگم که مثال یک دولت سازیم، فردا قلغای دولت ساختن، نام دولت هم ماندن دولتی ارسلان شاه یا ارسلانی ها یا نمیدونم یک چیز دیگر. نمیتونه بگه که فلان زبان مادرین، زبان ارسلانی زبان مادریم. نمیشه این چیز گفته. همچنان که امروز زبان تاجیکی زبان مادریم گفتن توغری نمیگیره. اینا درست قبول کنین و درست بآموزین. برای چی؟ برای که زبان تاجیکی گفتنی تری زبان وجود نداره، یعنی با اینو ملت وجود نداره. این بگیم از زبان امو پارسی و دیگر دیالکت ها گرفته ساخته شدگی، بگیم برای معاشرت هست این زبان. همین چیزها را فقط بالای سر شما بگیم که نادرست تلقین میکنن، نمیفهمونن که ما زبان مادری ما زبان پارسی است، نه تاجیکی. تاجیکی گویش لهجه بگیم که ساخته شده که ما امروز برای گویش عمومی استفاده میکنیم. همین خیلی است. زبان اصلی من زبان ترکی است، لهجهش قلقی است. این هیچ بگیم که نمیتونم ما بگم که زبان ما زبان مادریم زبان ازبکی است گفته. برای چی؟ برای که این زبان ها بعدن کارکتروف کشیده ساخته شده، بگیم همین نام های سیاسی گرفتن. این نام های سیاسی است، این نه نامی ملی نیست. این خیلی نام. خب برای همو برادرای عزیزم بیهوده همو سوال کردن در من نه، خوب است، سوالاتون خوب است. برای چی؟ برای اون که باز من وقتی که شما بعضی سوالایی را با من میتین واقعا من در سر او شاید فکر کردگی نیستم، اما من باید بالای او بگیم که فکر میکنم و تاریخ میکوبم و اصلیت میکوبم. نه بگیم که بعد جمع میکنم که تو که یک نوار دیگر بالای همین گفتگی پیشترم باز پرتر کرده بگیم که یک نوار دیگر کشم. برای همون این درست است در حالت شما بگیم که زبان تاجیکی زبانی مادریم، برای که خیلی این زبان از فارسی گرفتگی است، این دیالکت است. در اصل شما در این حالت بگیم که زبان فارسی زبانی مادریم، این درست می شود. نه که اگر بگیم که زبان تاجیکی زبانی مادریم، شما دارین کلا اشتباه میکنید و این عمود زبان یگان زبان مادری شده نمیتونه. اما خیلی بالای سری مردم بگیم که زور از تلقین میکنن و بار میکنن، انا مردم این چیزا قبول میکنه که بگیم همین زبان زور بوده است، یعنی که مادری ما همیتری زبان بوده است گفتگی گپ. نه که اصل زبانی تنیست، زبانی ما نیست، ریشه خود داره و زبانی اصلی ما مثال گیریم از من ترکی قرلوغی است و هسته بگیم که فارسی تاجیکی است، یعنی که نمیتونه که تاجیکی زبان شده بتونه. اگر ازبک همی دوره داشته باشه زبان ترکی لهجه ازبکی اگر قبول کنه یعنی ساخته شده، این یگان چی نداره. و من بگیم که ازبک نیستم، من قرلوغ هستم. قرلوغ هیچ بگیم جای معما و مشکلی اگر که نمیدونم بالای سر شما داشته باشه شاید داره، اما اگر شما خودتون اصلاح کنین اینجا مشکلی بزرگ من میبینم سر شما هست که بیغرض از خودتون همون فانتزی های ساختگی خودتون دیگر چیزی را در این دنیا قبول کردن نمیخواین. هیچ چیز براتون بگیم که قبول نیست، یعنی هیچ چیز هضم کردن نمیتونین. فقط اما هر چیزی باشه باید پایزه شما باشه
و دوستی دیگر گفتگی است که از طرف از دشمنی با امامعلی دشمنی با ملت تاجیک گذشتی. خب برادر عزیزم، من اصلی با کسی دشمنی ندارم و نه بگیم این مشکلی در شما هست. وقتی که اگر انسان یک چیزی حق بکشه ببروره، شما او را دشمن میبینید. خب شما را دروغ تعریف کنه، تفسیه کنه، نمیدونم بله بله پلی پلی کنه، شما میتونین که او را برای خودتون دوست بدونین. یکی متاسفانه همود هم دوست شیده نمیتونین. برای چی؟ برای آنکه اینا همون اثبات شدگی چیز است که متاسفانه با کسی دوست شیده نمیتونین. دوستای عزیزم، یعنی این چیزا قبول کنین. هر انسانی که اگر خدای نکنه مثل همون کرونا ویروس ده یک چی برآمده بود، یک نوار برآمده بود، بسیار یک نواری بگیم هم خنداور بود، هم بگیم که علم‌آور بود. در استانوفکا هم آدم های ایستادگی هستن، یک دختره اگر پیشو میگه هم برش بدگی آدم میپرونش که تو کرونا ویروس یعنی بمبر که دیگر رو زرازید نکه گفتگی معنا قطعی. یعنی که در بر شما یک حیات انسان باشن، اگر یک بار پیشو بگیم که شما او را در با قتل میرسونه، در او دشمنی شما میشوه، او خواهین شما میشوه. هزار جان شدادگی انسان فدایی باشه هم برای شما ده، یک اشتباه او میتونه که تمام دشمنی شما با تمام دشمنی شما تبدیل شوه. یعنی بگیم خیلی عادت ها دارین، نه همین عادت ها را بگیم که اگر اصلاح کنید، بگیم هیچ بگیم که دیگر مشکلی نداره، همش سوز است. فقط همون عادتی که داره که همه براتون دشمن هست، اگر که همون روز مثل همونه که همون مرغ تخم نداد در اکرچکه روی که گفتگی باره، یعنی این انامین نادرستی را بگیم سر خود دارین. اگر اصلاح کنین و دیگر انسانو را به حیث یک انسان قبول کرده بتونین، شما بیرون از تاریخ خودتون دیگر تاریخ قبول کرده نمیتونین، دیگر تمدن قبول کرده نمیتونین، دیگر فرهنگ قبول کرده نمیتونین. فقط امیر روسیه که امروز هست، همین تاجیکستان، همین توچ هرتون خاراکتراتون صفاداد میکنه. روسیه هم دنیا دشمن هست، در تاریخ تاجیک هم همه دشمن هست. یعنی هیچ یک انسانی نیست که از اونو اینو بگن که ما فلان انسان قطعی در تاریخ تمدن دوستی داشتیم، روابط داشتیم، روابط داشتیم و خوبی داشتیم و دیگر چیز داشتیم. یعنی همه دشمن است. یک بار ای تاریخاتون با ما را بکشین بیارین که فلان انسان قطعی دولت ما دوستی داشت. نیست. یعنی شما عموما جای دوستی را خط زده پرتافتگی هستید. در تاریخ هم، در زندگی هم و بگیم در آخرت هم با فکرم همین خیلی است، در دنیا هم همین خیلی است. یعنی هیچ انسان نمیتونه که با شما بگیم دوست باشه، یا که شما نمیتونین با هیچ انسان دوست باشین. برای یک اشتباه او دشمن است، او خائن است، او وطن فروش است و غیره. از اون جمله همین نمود استیل بگیم همین همسایه دولتتون هم همین خیلی است. همونا هم زیر کامنت ما میدروه گویا که ما اگنت تاجیکستان برای پاره کردن او انا بگیم کار میکنیم. یعنی او را دزدی کردنش اجازت است، اما ما دزد گفتگیم اوجه بگیم که خیانت است. میفهمید؟ او میویند ملیت مرا میدزدن، هویت مرا میدزدن، از خود میکنن. این نرمال هست، این عدالت است. اگر ما بگم که برادر نه من ازبک نیستم، من هویت دارم، خلق هستم، من دشمن او هستم، من خائن هستم، در او هم خائن هستم، در شما هم خائن هستم. هر دو دیگه طبیعت داره. یعنی نمیدونم یا حسن حسینی چی خیلی هستن، هم خیلی یک طبیعت داره. یعنی نمیگه که بیست ما همه هویت ها را دزدیدگی ما 92 هویت را دزدیدیم بیست که مردکو میگن که از ما است، ما ازبک نیستیم. چخیل ما یا را مجبور ازبک کنیم؟ خب یعنی هیچ چیز در این دنیا مجبوری نیست. نه که همین شما دو کس مجبور میکنین. روزی اگر سعودی بخیزه بگه که من تاجیک نیستم، من هویت دارم، سعودی هستم، شما همون را میزنین، میکشینش بلوش ارمیا میکشین، قتل کشتار میکنین و مجبور میکنین که او تاجیک باشه. یعنی تاجیکی را به کلا بگیره. یعنی دو تا کشور همسایه حسن حسین است.
ҳасан ҳасен ягон фарқият байнотон вуҷуд надорад. яъне қарақалпоқ мега ки ман қарақалпоқ ҳастам, миллат ҳастам, ҳувият ҳастам, ман ӯзбек нестам, болои сараш армия мекаша. хоразм бигӯяд ки ман мисол гирем ҳувият ҳастам, ман хоразмӣ миллат ҳастам, суғдӣ ҳастам, ман аслим суғдӣ аст, бигӯ болош армия мекаша. ё мардуми Самарқанд Бухоро бигӯ ки ман асл суғдӣ ҳастам, ман порсам нестам, тоҷикам нестам, ман суғдӣ ҳастам. хоб ман тамаддун ва таърихи хидмат дорам, ёфтам, пайдо кардам. маро ҳамчун суғдӣ қабул кун, урам болош бигем яроқ мекаша, мекиша. яъне шумо беғарз аз худтон ҳеҷ ҳувията қабул надоред. ҳарди ҳами шумо беғарз аз ҳамон номи сохтае ки Сталин баротон сохта додагӣ, беғарз аз 1924 сол ҳамчун бигем ки қабул шида, ҳамчун бигем бо ном тоҷик ва бо ном ӯзбек, ҳардутон дигар инсонҳоро қабул надоред. мутаассифона, бисёр мутаассифона. мисол мардуми Бадахшон мехоҳад помирӣ боша ҳувияташ. чӣ мушкилӣ дорем ки ора шумо бояд маҷбур бигирен, яроқ бидозен, бикшенеш, не ту тоҷик ҳастӣ, бояд тоҷик кунӣ ора. хоб намехоҳад тоҷик бидад, тамом қанду табза салом алейкум бигӯ, дӯстам ҳастӣ, ҷонам ҳастӣ. имрӯза ҳудуди сиёсии мо ин ҳами ватан аст, номи сиёсии мо тоҷик аст, тоҷикистон аст. биёин ҳами дигар дар паспортат менависем тара помирӣ, не ки ту ҳувият ҳамон рӯҳияти бигем ки ин кишвар, номи сиёсии мо тоҷик аст, ҳар ҷо ки бошӣ хата тоҷик бигӯ, сарта баланд кун, бигӯ тоҷикистонӣ гаштам бигӣ, не ки дар паспортат ҳаст ҳувият. ё ки суғдӣ бигӯ, ё дар дурунотон як қаллиқ бигӯ. иними қасол мешавад, шумо намо ҳувиятҳои бигем ки найман, қаллиқ, дигар иними ҳувиятҳои қадимаро шумо қабул надоред, наменависедаш. кӯшиш мекунед ки рад кунед боз таърихи будагиро. не, дурӯғ аст, ин дурӯғ аст. яъне ин мушкилиро дорен шумо. мефаҳмед амира? ин мушкилиро дорен шумо. шумо намехоҳед як миллати дигарро ба ҳайси як миллат қабул кардан. иними ҳасан ҳасено ҳардутон намехоҳем ки як ҳувията, як миллата ба ҳайси як ҳувият ё миллат қабул кунед. уна у тараф Самарқанду Бухороро уничтожат кардаги ҳастанд, шумо ин тарафи дигарша уничтожат кардаги ҳастед. яъне чӣ хел уничтожат, хел киштагӣ несту, намемонем ки ҳамон ба ҳувияти суғдии худ баргарданд. максимально бигем ки ҳамон эҳсос мекунем, ҳамон қабул накунем ҳамчун миллата. нанависен ҳувиятша. намедонам ин мушкилии шумо дар болои чӣ ҳаст ва чаро ин мушкилиро доред? чаро намехоҳем берун аз худтон дигар ҳувият, дигар миллията ҳамчун миллат қабул кунед? чаро инро намехоҳед? гап дар сари ними савол аст. ҳамин саволам ҷавоб бидед. шумо низ то 1924 ҳамчун як миллати тоҷик вуҷуд надошт, не ки ҳамира қабул шид ҳамчун миллат, ёк миллати ӯзбек, номи ӯзбек қабул шид 1924. ира ҳуҷҷатҳошам ҳаст. то ҳамон вақта як миллати тоҷик ё як миллати ӯзбек вуҷуд надошт. бо ин ном миллат вуҷуд надошт. яъне ҳамин ном қадим, не ки ҳамин ном пайдо шид. хоб то ин вақта гуногун номҳо қатъи ино ёд мешиданд. мисол гирем деҳқон, ина асос охирон номе ки ино доштанд сарт буд. сарт гуфтагӣ дар инҷа дигар ҳама вуҷуд дошт. ҳама бигем қалғам дар дурунш буд, имрӯза номи тоҷикам дар дурунш буд, яъне ки оз гирифтаги халқ, ӯзбекам, дигар қипчоқам, найманам, ҳамаи ҳамие ки шаҳрнишинӣ мекарданд, инҳоро сартҳо мегуфтанд. ин номи сарт ҳам номи миллат нест, номи сиёсӣ аст. хоб яъне ино буданд. инора гирифтан бигем тақсим кардан номҳои боз нави сиёсӣ тоҷик ё номи ӯзбек ё дигар номҳо дода шид. сохтан ҳамин ном қадим. шумо баргашта баъди сохта шидантон ҳамин номҳо дигар ҳувиятҳоро абсолютно қабул надоред. чаро шумо бигем ки найман империя буд, чаро найман қабул намешавад ҳамчун миллат? қаллиқ 600 сол ҳукмдорӣ ва империя буд, чаро ҳамчун миллат ира қабул карда наметонед? дар паспортҳошон ҳувиятҳошон қаллиқ навишта наметонед? марҳамат кунед, ҳамин савол дар кадомит ҷавоб дода метонед?
چرا شما همچون هیچ از هیچ جا نبودگی انسان ها از گوناگون انسان ها جمع شده بانام یک تاجیک قبول شده نه. اما از شما پیش از عصرهای 5 6 7 امپریا ساختگی ملت ها امروز هم چون ملت قبول نمیشه و نامی. چرا شما نمیتونین قبول کرده اینا رو؟ چرا لقای قبول کرده نمیتونین؟ قلق قبول کرده نمیتونین؟ برلوس قبول کرده نمیتونین؟ کلتاتوی اینا دولت با این نام ها داشتن که او وقتا نه دولت با نام ازبک وجود داشت نه دولت با نام تاجیک وجود داشت. یک ملت نبود. میفهمی نمیدونم مشکلی در ما نیست. وقتی ما طلب میکنیم بعضی چیزا این در شما باز مشکلی است که باز ما را برای طلب کردن حق خود دشمن میدونید، خائن میدونید، دشمن تاجیک میدونید که در حالتی که من هیچ دشمنی به شما ندارم. اما سوال به شما چرا ما که شما را هم یک تاجیک قبول داریم، چرا شما ما را هم یک قلق قبول ندارید؟ چرا شما ما را همچون یک برلوس قبول ندارین؟ چرا شما ما را همچون یک نایمان قبول ندارین؟ چرا شما ما را همچون یک کلتاتوی قبول ندارین؟ چرا شما ما را همچون یک بگیم آیمان قبول ندارین؟ چرا که ما دولت ساختگی خلق هستیم، با این نام ها دولت ساختگی خلق هستیم. برای ما را استالین ساخته دادگی نیست. ما با شمشیر با تیغ با نام اسب با نام پشته اجدادهای ما با این نام ساختن دولت با دست خودشون. که شما در که استالین تیار ساخته دادیره، هیچ مهنتی نکردین شما. استالین مهنت کرد، روس مهنت کرد، عذاب کشید، فکر کرد، خریطه ساخت، آورد جدا کرد، ساخت داد براتون، یک لحم گوشت آورد پخته در دهنتون داد. شما صاحب دولت مستقل شدید، شما صاحب نام ملی شدین براتون که یگان تاتون یگان خدمت کردگی نیستین برای کس. نه شمشیر کشیدگین، نه میدان برآمدگین، نه پتری دادگین، نه جنگ کردگین، هیچ کار کردگی نیستین. یکی اولادهای ما برای ساختن کدنت قارلوق اینا شمشیر کشیدن، جنگ کردن، عصرها جنگ کردن که این هویت سازن. اما شما تیار لحمک استالین کار کرد بالاتون داد، اینا ما ایته، اینا ما ایته، اینا ما ایته، خلاص زندگی تا ببین. باز شما انسان هایی که مهنت کردگی است او را قبول ندارین همچون هویت. این گپ برای یک تاجیک نیست، این گپ برای کل آسیای میانه. چرا شما دیگر هویت ها را قبول ندارین؟ چرا شما سعودی ها را قبول ندارین؟ چرا شما قلق ها را قبول ندارین؟ تاریخ سعودی ببین، پیش از میلاد و انسان با نام سعودی دولت کردگی است. چرا شما او را میکشین میارین میگین یا تاجیک هستن؟ نه، سیاسی تاجیک هستن، نه که هویت روحی ملی او سعودی است. چرا در پاسپورتش ملت چه سعودی نمی نویسی؟ امروز مایلی چیش سیاسیش تاجیک است، هیچ گپ نداره. امروز من هم هویت سیاسیم تاجیک است، برای که در همون منطقه هستم، در همون سرزمین هستم. منم هویت سیاسی تاجیک دارم. این نمیگه که من ملتم تاجیک است. من هویت سیاسی تاجیکی دارم که امروز حدود ما هویتش هویت سیاسی تاجیک است، نه که هویت ملی من خلق است، نه که شما هویت ملی من قبول نداره. میفهمی نمیرم؟ نه که اگر ما بگم که برادر خودت فارس هستی، بله، از کدام قبیله و از کدام شاخه فارس هستی نمیدونی را. просто مثل همون که کورکورونا فارسم گفتیستگی بره. یک تو مرا بگو خلق هستی، میگم بله. از کدام شاخش هستی، از کدام چیشه، من همه‌شو گفتم میتونم، همه‌شو. من 7 تا بابام هم میشناسم. 7 پشتی ما کی بودن؟ نه 7 بلکه 12 13 تاشه، شاید از اون هم زیاد شه. بازی ما بگم که آتم چی نام داشت، بابام چی نام داشت، بابام آتش چی نام داشت، بابام آتش چی نام داشت، او را آتش چی نام داشت. همه ما را میگم تو قلمت چتمت همه ما را ایا الله کو خیل بگیم گفته میام همش کیا بودن. بابای ما فرزندی کی بود، بابای ما را پدرش فرزندی کی بود، نامش چی بود،
از کدام ریشه بدن، در کدام چی بدن. یعنی که من میتونم یورا بگم، اما شما پروست نمی توپ اومدن تپی نمیجا. ما فارسیم تاجیکیم، خلاص نمیجا چسبیدگی. فارس هم صدها شاخه های دیگر داره، صدها شاخه ها داره. مرحمت از کدام شاخش هستی نمیدونی، گفته نمیتونی. برای چی؟ برای که وقت تا بیشتر بالای چنگیزخان صرف کردگی هستی، از اونه که وقت تا در پیدا کردن همون ریشه خط پیدا بزنی. ما پارس هستم چنگیزخان دشمن است، ما پارس هستم چنگیزخان دشمن است. خلاص این همه چیز. ترک دشمن است، ما پارس هستم. اما از کدام قبیله پارس هستی نمیدونی. پارس یک دونه قبیله بود، خلاص. ترک یک قبیله بود، نه. حاضر من گفته ایستادم که ترک چند قبیله بود. کالتا، بارلوس، بلوغ، بگیم نایمان، همه اینمی ترک هستن. همه اینمی بالا روز اگر ما حساب کنم، از برات حساب میکنم، هیچ نبودن ده بگیم که من برات 20 تا یا 50 تا حساب میکنم نام هایی که همه اینمی ترک هستن و هر یک تا اینا شاخه خودش داره. همچنان پارس هم خیلی است، هر یک تا نام و شاخه خودش داره. حاضر خیلی برادرم تو تاجیک از کدام شاخه پارس هستی میتونی بگوی؟ نمیتونی. برای که وقتی تو در چنگیزخان صرف شدگی است، وقتی تو در دشمن تراشی صرف شدگی است، همه را تو دشمن میبینی. کدامی که اگر حق بگه دشمن است. بالای سر گپی او فکر کردن نداری، بالای سر او کتاب کشودن نداری، بالای سر او نمیدونم رفته گفتن نداری. که این برادر میگه بگو نه در باید همین در دست یراق تیار باشه، بپرانی بکشی دارش بکشی، حکمی نمیدونم دشمن و خاین ملتش بدی. خلاص این قدر هنر داری، بیرون از این دیگه هنر نداری. متاسفانه برای همه تنوی عزیزم برادرای بگیم که تاجیکو یاد بگیرین حرمت کردنی، قبول کردنی دیگر هویت، دیگر ملیت همچو خودت. اگر تو قبول کردن نمیتونی، وقت زمانش میشود که دیگر هویت ملیت ها نیست، تو همچون ملیت دیگر قبول نمیکنه. از همه خوبی بگیم دوستی است و برادری است. بگیم امروزا حکومت دام پیغام است، ملت و هویت ما را قلق از قلق بنویسیم. ما اجازه نمیتیم دیگر ما را، یعنی مثل یک ازدواج سکدگی باری ازبک بنویسین یا نمیدونم یک ملت دیگه بنویسین. ما ازدواج نیستیم، ما مسخره نیستیم. ما زیما ترا بگیریم ملت تا نمیدونم کرد بنویسیم یا نمیدونم هندو بنویسیم، چه خیل میشه؟ چه خیل میشه؟ همین قبول داری همین چیزا؟ البته نداری. میگویم من تاجیک هستم یا حداقل پارس بنویس ملتی مرا میگویم. همین خیلی است. برای که خط ازم پارس میدونی و چرا تو مرا به اختیاری ما تو مرا میگیری ازبک مینویسی؟ تو چرا به اجازت ما تو مرا میگیری تاجیک مینویسی؟ یعنی این برای مرا ویبر میمونی یا ایش قبول کن. برای چی؟ چرا در داخل ویبر ها هویت اصلی من است قلق؟ چی مشکلی داره اینکه را بنویسی؟ چی بعدی میرسه در شما ایرا قبول کنیم بنویسی؟ چرا تلاش میکنین که شما بگیم دیگر ملت ها را قبول نکنید؟ نیستی خیلی ملت، گویا که همین 5 تا استالین ساختگی ملت وجود داره. امروز نام هایی که استالین آورده دادگی اصیل است، نه که نام های اصیل این بیگانه هست، نیستی تر نام وجود نداره. من میگم که من بسیار چیزایی که دارم اگر بمونم همه یارم. بعد میگه که تو دشمنی، تو خائنی، تو ما را قبول نداری و تو ما را قبول نکردستی، پس تو هم دشمنی، پس تو هم خائن هستی که تو ما را قبول نداری. این از همین روز عبارتن. من میگم که تا وقتی که تاجیک مرا در پاسپورتم همچون قلق ملت قبول نکنه، من ملت تاجیک قبول ندارم. نیستی تر ملت. میگه اینکه قلق ملت وجود نداره، من میگم تاجیک ملت وجود نداره، نیستی تر ملت. شما مرا قبول نکنید، من چه شما را قبول کنم؟ اون وقتی که منم شما را قبول میکنم، شما که مرا قبول کردید، شما هویت مرا، ملیت مرا اعتراف کردید، من هویت ملیت شما را اعتراف میکنم.
اگر شما که رفتار ما را دشمن بدونید، پس این دشمنی را شما 100 ساله ها بالای ما کرده اومده استید. پس دشمنی اصیلی 100 ساله شما هستین که بالای سر ما اینمی قبول نکردن ملیت ما را اومده ایستادین. پس شما هم دشمن هستین. چرا اگر که من شما را قبول نکنم دشمن میشم، نه که شما ما را قبول نکنید، این نرمال است، این اوکی است. فهمیدی جونی بابوش؟ برای اما انا بگیم فکراتو نکنید و سر گپی ما که گفتم بریم بخونید، معلومات پیدا کنید، دوملوجانتون بیارین، صحبت کنیم و اصلیت را بیاریم، حجت را بیاریم بکشیم. برای ما اثبات کنه ملت تاجیک یا همچون تاجیک یک ملت وجود داشت یا یک دولت وجود داشت. نه، همچون پارس و گوناگون شاخه های پارسی داشت. نه که تاجیک این نام سیاسی است، این نام ملی نیست. خب این هم باید بگیم که درست باید برادرای ما چیکار کنن، قبول کنن. این همین روز من میگم که اگر شما ما خلقا را همچون ملت قبول ندارین، در پاسپورتمون نمی نویسین، من قبول ندارم که همچون تاجیک ملت وجود داره. نیستی تر ملت ما نیست، شما را قبول نداریم. خلاص. یعنی من خودم تو قم باشم قبول ندارم این چیز. برای چی؟ برای که تو مرا قبول نداری. این هوایی میره، صدا داره. از طرف تو صدا باشه، از طرف من صدا میشه. قربانی چشمای هر یک تای شما. هیچ چیزی نیست که در دوستی برسه، در احترام برسه. میفهمید؟ هیچ چیز نیست. تو کی بدی که بخیلی که کوشش که نابود کردن ده، این چیز عاقبت میویه با زیان خودت تمام میشه. عاقبت این کار میویه با زیان خودت تمام میشه. برای همون سعودی را همچون سعودی قبول که، پامیری را همچون پامیری قبول که، لقای همچون لقای قبول که، قلق همچون قلق قبول که، برلوس همچون برلوس قبول که، کلتاتوی همچون کلتاتوی قبول که. اینا هویت ها هستند، قبول که و همه اینا در بر تو جمع میشوند با همون هویت ملیت خودش. یک بگیم که هویت تاجیکی سیاسی با اونو پیدا میشود. اونطوری نیست که هر کس خود چبرا و تاجیک بنویسه بیا بعد در پارلمان یا در حکومت کار کنه. تا اون وقتی که ملت تا تاجیک ننویسی تحقیق کار کردن نداری. یعنی این دیسکریمیناسیا، این اونشتاژنی بگیم که مجبور ساختن دیگرها است. یعنی از این دیگه زیاد دشمنی نمیشود. تصور کنین که نمیشه شما زندگی داره، ما بگم که کدامت قلق ننویسه ملتتونه، شما کار کردن در یگان ساختار دولت ده حق نداره. یا ما شما را ایندی می نویسیم در پاسپورتتون، تاجیک گفتنی هویت وجود نداره. چه قبول میکنین همین چیزا؟ میتونین قبول کردن. و شما امروز بالای سر مردم بدخشان و سوغد و قرلوق و لقای بگیم کالتاتای برلاس نیمن اینمی کار کرده ایستاده، اینمی کار کرده ایستاده این بالاشون. انا که تصور کن که یکی از همه هویت ها تو باشی بود و حکومتی نمیدونم لقایی یا قرلوقی است، ترا ابسولوت قبول نداره. همچون تاجیک ترا هندو می نویسه، باز میگه برای کار کردن تا بیا خط قرلوق بنویس یا لقای بنویس، بعد کار میکنی. کیفیت داره می چیز. شما کو سر صدا از دشمنی چینگیزی و غیره ها میخوانین برای سر مردم که شما را همچون هویت قبول نکرده بود، نمیدونم او دشمن ها هستن. اما شما امروز خودتون همچون چینگیز دشمن میدونین بالای سر این هویت هایی که قرلوق و لقای و پامیری و سوغدی و بالای اینو در شما خودتون همچون یک دشمن میدونین یا نمیدونین؟ میدونین که شما در تاریخ همچون نابودساز اینمی هویت ها ثبت شده ایستادین، روز تو روز ثبت شده ایستاده. هر روزه حرکتی شما ثبت میشود. این چیزی نیست که بگیم که پروست تک بمونه. اینمی رو به نظر بگیرین، اینمی رو به نظر بگیرین، کار کنین بلوش او با امید او توتیکل و توتمونیکل نشین. هویت ها یک روز نه، هر یک چیز 1000 سال بعد برمیگرده. هر یک چیز
اینمی نابود کردن قرلوغا نیست هویتشون این 1000 سال میشود. یعنی این چیز برمیگرده. یوریو را هم خیلی گم کردن، نه که برگشتن ساختن. هوشیار شید که بعد او روز داد وای در آسمان نبروید که بعد این هویت ها برگشتن، بعد بگیم که امو چیاشون بلند شوه و بعد شما را بگه اینجا بیا وسیلی تو کیت توجیک خیلی از چی ملت هستی؟ از کجا گرفتی ملت؟ نستی تر ملت بنویسد هندو، بنویسد دیگر ملت، دیگر نام ها را بالا تحمیل کنه بنویسد. یعنی شاید او روز تو نیستی، یعنی این روز را شاید نسلی تو ببینه، این روز را شاید نسلی تو ببینه، شاید فرزندهای تو ببینه. برای که از همه بدترین چیز آنی هست که یک هویت انسان نابود کردن. از همه سخت‌ترین چیز است. مرا بزا حقارت که هر چی بگو، یکی هویت مرا نابود کردن، این نابخشیدنی است. هویت مرا همچون ملت قبول نکردن، این نابخشیدنی است. این هم تو داخل داره، هم ازبک داخل داره، هم قزاق داخل داره، هم قرغز داخل داره، هم ترکمن داخل داره، فرق نداره. همه تون این چیز داخل داره که هویت قرلو قبول نکردن، کوشش نابود کردن هویت قرلو، این بخشیدنی نیست. هویت مرا، خونی مرا قبول نکردن، این بخشیدنی نیست. این هیچ وقت بخشیده نمیشه. باقی قربون چشماتون همتون، امیدوارم که فهمیدین. یعنی درست کرده گفتم. باز نفهمیده باشین میتونین باز فکراتون بنویسین. باز از فکرهای شما باز من میکوم تاریخ ها را. یک از گفته است که چی است، فقط از گوگل میخونی تاریخ گفته است. من یک چیز میگم، در گوگل بدگی چیزهای امروزه در اونیورسیتت شاید آکسفورد نباشه. یعنی که گوگل همین قدر چیزی هست که تمام معلومات های دنیا در اونجا بگیم که جاشیدگی است. از اون جمله اگر که چیزی که گوگل ده هست تاریخ ها اگر قبول نداشته باشی، تاریخ سامانی نیز در گوگل هست. پس که اگر یا فلسفی باشن، پس تاریخ سامانی هم فلسفی است. اون در گوگل هست، هیچ جایی نیست. بعد گوگل در نوشتگی دیگر چیز است، بعد چیزایی که لیسانسیا داره. لیسانسیا من چیزی را میگیرم او لیسانسیا داشته باشه. اونم میگم یک علی یک ولی از پیش خطر چی نوشته باشه، میگم که لیسانسیا ندارم، او را نمیگیرم. از اون جمله کتابی تاجیکانات لیسانسیا نداره. یعنی که نه لیسانسیرованی کتاب است، از جامعه جهانی قبول شدگی نیست، همچون کتابی تاریخ یک ملت. برای همو دوستای عزیزم من منبعی که لیسانسیرованیش میگیرم، کوشش میکنم پیدا کنم لیسانسیا داشته باشه و لیسانسیاش هم در فیسبوک میمونم که هم کداش که لیسانسیا تصدیق شدگی مثال از علمای جهانی تصدیق شده است، که مثال کتاب تاجیکان از علمای جهانی تصدیق نشده. برای چی؟ برای که از منبع ها تکیه کردگی است. بیشتر بابا جان غفورов خودش که سعودی بودند، بیشتر معلومات های سعودی را اونجا تلقین کردگی است. با حیث یک تاجیک خفه نشین، این حقیقت است. متاسفانه او وقت چرا سعودی گفته تلقین کرده نتونست؟ برای که امپریای روس این چیزا قبول نمیکرد. برای همون است همون مسئله ها را خواست که برای ساختن یک نام سیاسی نو تاجیک و همون بگیم منبع های سعودی را با نام تاجیک تبدیل دادن. ما تاجیکا گفتن، یکی در اصل بابا جان غفورov تکیه کردگی منبع ها لیسانسیاش قطعی دادگی سعود نوشتگی است. یعنی سعودی ها سگدیانه هیچ جای اونجا تاجیک نوشتگی نیست، فقط ما تاجیکا گفته بابا جان غفورov تکیه کردگی جاست. از همین لحاظ بگیم که و بعد بسیار چیزهای دیگه است، مثال در منبع خطایی تکیه کردگی است و دیگر جا تکیه کرده گرفتگی است. اینا بگیم فقط همون جایهایی را گرفتگی است که همون کوشش کردگی باز همون را باز معنی دادی طرفی خط کردگی است. از همین لحاظ بگیم او کتاب همچون یک کتابی بگیم که تاجیکان یک کتابی تاریخ یک ملت قبول شدگی نیست. بله تاریخی بگیم پروفسیونالی و
برای تاریخ ناسیونالی میشود بخونی، خلق دا اجازت است چاپ کنن بخونن، هیچ چیزی نداره. اما پروفسیونالی تاریخ که یک انسانی بگیم که تاریخ قدیم سر کار داره که تکیه با کتاب تاجیکان کرده از اونجا تاریخ تاجیک بگیم که پیدا کنه و بگیم چی کنه نیست چیز. برای همین نیست پروفسیونالی تاریخ یعنی لیسانس میشدگی تاریخ ها کتاب ها کتاب تاجیکان داخل شدگی نیست متاسفانه. این چیز هم هست. قربانی چشمای هر یک تای شما اگر هر چیزی که دارین میتونین سوال بتین. ما یک روز دو روز بعدش در بالای او باز ویدیو میکشم از بس که من برای ما یک روز دو روز وقتی دیگه در کار میشه از کامنت های شما و اون منبع را بکوم وقتای خالگی ده پیدا کنم که واقعی اصل چی است برات بگیم که منبعش قطعی بگیم همین جواب شد و میتونی که خطم پیدا کنی بخونی، هیچ گپ نداره. گوگل امروز بگیم یا اسکوستونی اینتلیکت میگن دیگر چیزایی هست که اینا تمام همون چیزای دنیا را دارن، هم بگیم لیسانسی روونیش هم بگیم خلقیش هم دارن، عادیش هم دارن. ما خلقی عادیش استفاده نمیبریم برای که عادیش یک آدم میتونه از نقل بنویسه، یک اشتباه داشته باشه، یک چیز دیگه داشته باشه، هیچ چیز ندارن. در تاجیکستان یک جوان دیگه است تمامی کلمه ها را کلمه های عبری گفته رفته استفاده از می نویسه راستاتیه می نویسه با او را میگیره یک گازت هست سایت هایی بگیم که دولتی میگیرن یا غیر دولتی بگیم که ارگانیزاسیون داره چاپ میکنن او را گپش نرمال است. یعنی که این خیلی ساختگی انسان ها پروست بگیم به یگان منبع در زمان فلان و فلان و فلان و فستوان و اینمی از پیش خود بگیم که همون میسوزه. این خیلی ساختگی چیزا زیاد است. برای همین خیلی ساختگی چیزها قطعی بگیم تکیه نکنین برای که ساختگی چیزها بیشتر شیرین‌تر است. برای هم میگن که تاریخ پروفسیونالی و ناسیونالی شیرین است، پروفسیونالی بحثناک است. و در حالتی که ما پروفسیونالی در داخل میشیم بحثناک شده داخل میشیم خلق عادی رست که ما را دشمن میگن، نمیگه که بیست این بحثناک است باید بحث شود. میفهمی نمیره. قربون چشمای هر یک تای شما هموطنهای عزیزم نوابسته از ملیت و هویتت و از دین مذهبت و هر یک تات باور کنین که بالای چشم هستین. فقط همون یک فکر رانی نادرستی شما قبول نیست. بگیم همون فاشیزم یک فکر رانی فاشیزم ناتسیزم دارین همین چیز قبول نیست. اما در بالای تاریخ اومدن تاریخ بحثناک است. هیچ وقت بگیم که یک انسان یک اشتباه را گفت یا چی را کشید برآورد او را در حال دشمن خاین وطن فروش و ملت فروش و خاین ملت این چیز خطاب نکنین. این بحثناک است. بیا یک عالم دیگه بیا بالای سر مسئله باز بگیم که کشاکش کنیم بحث کنیم، هیچ مشکلی نداره. هیچ یک مشکلی نداره. ما میتونیم موضوع را انتخاب کنیم 10 روز وقت بگیریم بالای موضوع بآموزیم بخونیم منبع را تیار کنیم بیایم قطعا هم عالم بشینیم در یک افیر بگیم که بیا برادر عزیز مرحمت کنیم صحبت میکنیم. خب در دست ما منبع ها است در دست تو منبع ها است بیا صحبت کنیم همین مسئله ده. هیچ چیزی نداره. اگر که اشتباه باشه تاریخ هم وقت ایدئال نیست، اشتباهی خیلی هم داره او را هم قبول کردن در کار. تاریخ هم وقت شیرین نیست، تلخی های خیلی هم داره. یک آدم تلخیش کشید برآمد او دشمن نیست، او تاریخ است. او را او ننوشته است، او نوشتگی تاریخ است، او گذشته است. تلخ شیرین گذشته تا باید قبول کنی، برد و باختش باید قبول کنی. و در آخر بازم میگم که هموطنای عزیزم اگر که امروز یا فردا فرق نداره هر روز هموطنای عزیزی من همچون تاجیک اگر دیگر هویت ها را شما قبول نکردید همچون هویت و ما نیز دیگر هویت ها شما را همچون تاجیک نخواهیم قبول کرد. ایره بگیم که خوب فکر کنین بولوشده و از اون جمله حکومت دارو و غیره. شما که پرچم ما را قبول ندارین ما پرچم شما را قبول نداریم. شما هویت ما را قبول ندارین ما هویت شما را قبول نداریم. شما زبان ما را قبول نداریم ما زبان شما را قبول نداریم. شما که نمیخواین ما کتاب داشته باشیم فرهنگ خودمون را رشد کنیم ما نمیخوایم که شما کتاب داشته باشیم فرهنگتون را رشد کنیم. خب ادین ندین یگان جای چی نداره. یعنی تو مرا نمیخوای
ما هم تو را نمیخوایم. خلاص تو مرا میخوایی، تو برام خوبی میخوایی، ما برات 2 برابر خوبی میخوام. تو برام 1 برابر بدی میخواهی، ما 2 برابر دیگه برات بدی میخوام. قربون چشمای هر یک تای شما. پدرود تو با درودهای دیگر.